چالش 30 روزه 30 تا دسر ماه رمضان. روز اول دسر کستر با زعفرون و موز. بریم که درستش کنیم با هم دیگه. این دسر خیلی خوشمزه و لطیفه. اول بیسکویت‌های پتیبو رو با شیر مرطوب میکنیم، میچینیم کف ظرفمون، بعد کرمش رو آماده میکنیم، شیر و شکر و کستر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، هم میزنیم تا غلیظ بشه. به محض اینکه غلیظ شد از روی حرارت برمیداریم. یک کوچولو که خنک شد بهش خامه صبحانه رو اضافه میکنیم و بعدش هم پوره موز رو اضافه میکنیم، هم میزنیم، میریزیم روی بیسکویت هامون، صافش میکنیم با لیستک، میذاریم توی یخچال و کرم بعدی رو آماده میکنیم. شیر رو به همراه پودر کارامل و پودر ژلاتین میذاریم روی حرارت، هم میزنیم تا ژلاتین و کارامل حل بشه و از روی حرارت برمیداریم. پنیر خامه‌ای و خامه صبحانه و شیر عسلی رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، زعفرون بهش اضافه میکنیم و موادی که روی گاز آماده کردیم و طی 2 مرحله به این موادمون اضافه میکنیم و با ویسک هم میزنیم و بعدش هم میریزیم روی لایه قبلی و میذاریم توی یخچال تا خودشو بگیره. بعدش هم من با پودر پسته و زعفرون دیزاینش کردم. با هر چی دوست دارین دیزاینش کنید. نوش جونتون.